از زمان صاحب استقلالی تاجیکستان در سال 1991 5 مراتب انتخابات پارلمانی دایر شد. ناظران بین المللی از اصول مشابه تقلب گزارش می دهند که مقامات تکرار به تکرار از آن استفاده می کنند. ریختن ورقه ها. به صندوق رای یک مقدار ورقه ها به جانبداری از نامزدی مورد نظر ریخته می شود. البته بر اضافه ورقه هایی که انتخاب کنندگان آواز دادند. این کار از نظر ناظران و نمایندگان حزب های سیاسی پنهانی صورت می گیرد و یا حتی در حضور آنها. ورقه های قبلا پر کرده شده به دست نماینده حوزه انتخاباتی داده می شود تا که او ناعیان آنها را به صندوق اندازد. در خلاصه حسابات نهایی سازمان امنیت و همکاری در اروپا در مورد انتخابات های پارلمانی سالهای 2000 2005 2010 و 2015 گفته می شود که ریختن ورقه ها به صندوق رای از خلافکاری های معمول در روز انتخابات تاجیکستان است. رایدهی به جای همه اعضای عائله. تجربه رایدهی به جای همه اعضای عائله در تاجیکستان از زمان شوروی میراث مانده است. این گونه حالتها در همه انتخابات های تاجیکستان پارلمانی و هم پرزیدنتی مشاهده شدند. در انتخابات سال 2015 به حساب ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا رایدهی عائلوی در 4-1 حوزه های انتخاباتی جای داشته است. ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا اظهار داشتند که کمیسیه های محلی این گونه شکایت ها را نادیده میگیرند. چرخافلک. این چگونه اصول است؟ به گروه از آدمان و نزدیکان آنها سفارش داده می شود که به نامزد مورد نظر در 2 و یا 3 حوزه انتخاباتی آواز دهند. تکرار آوازدهی یک گروه شخصان به گفته ناظران از سوی مقامات تشکیل کرده می شود. در گزارش سازمان امنیت و همکاری در اروپا دایر به انتخابات سال 2015 گفته می شود که رایدهی گروهی در 18% حوزه های انتخاباتی و آوازدهی تکراری در 16% حوزه ها مشاهده شد. ساختکاری در شمارش آرا. رعایت نکردن ترتیب شمارش آوازها نیز یکی از تقلبکاری های عنعنوی است. در گزارش سازمان امنیت و همکاری در اروپا از انتخابات سال 2010 گفته می شود که ناظران در حوزه رقم 65 900 نفر انتخاب کننده را ثبت کردند، اما پس از ساعت 7 و بعد رفتن ناظران بین المللی 300 آواز اضافی در صندوق پیدا شد و رهبر حوزه از شرکت 100% رای دهندگان گزارش داد. در گزارش انتخابات سال 2015 ذکر می شود که در 28% حالتها آوازها درست شمرده نشدند. با نظر داشت جای داشتن این خطاکاری ها و مشکلات دیگر، ناظران بین المللی که در دوام 20 سال اخیر انتخابات تاجیکستان را نظاره می کنند هر 5 سال به خلاصه های یکسان می رسند. انتخابات پارلمانی سال 2000 در تاجیکستان مطابق به عهده‌داری ها در نزد سازمان امنیت و همکاری در اروپا صورت نگرفت. انتخابات پارلمانی سال 2005 در تاجیکستان با بسیاری از معیارهای انتخابات دموکراتی مطابق نبود. انتخابات پارلمانی سال 2010 جوابگوی اکثریت تعهدات کلیدی سازمان امنیت و همکاری در اروپا و دیگر معیارهای بین‌المللی انتخاباتی دموکراتی نبود.